یک بز که هنگام سفر می شکند، دیدن دشمنی از دوست کمر می شکند. چون اجل حکم کشتار درختان بدهد، هرچه را اره نینداخت تبر می شکند. اوج شق القمر این است که هنگام ماه در مردمک دیده تر می شکند. از تزاقل مراد گرفتیم ولی آنچه را دست قضا نیست قدر می شکند. مثل یک بز که هنگام سفر می شکند، دیدن دشمنی از دوست کمر می شکند. چون اجل حکم کشتار درختان بدهد، هرچه را اره نینداخت تبر می شکند. اوج شق القمر این است که هنگام ماه در مردمک دیده تر می شکند. از تزاقل مراد گرفتیم ولی آنچه را دست قضا نیست قدر می شکند.